این دولت و این سرزمین تاجیکستان عزیز این وطنی تنها یک رهبر دولت نیست، وطن همه ما شماست. آباد کردن دکو، زحمت کشیده آباد کردن اما دکو، بنیاد کردن اما دکو. در یگان دولت دیگر ما شما را انتظار نیستند. آنهایی که سال جنگ شهروندی فراری بودند بدانند شهری غریبی را چشیدند. من این را آگاه کرده ایستم. دولت آماده است. وظیفه دولت تامین کردن امنیت، ترتیبات جمعیتی. من باوری کامل دارم مردم ما علاقه سطحی معرفتی و خوبش گرفته. کمبودی در کجای باشد؟ از ارگان‌های صلاحیت‌دار کمبودی را برطرف شد. دیگه هیچگاه خیانت کردن در کار نیست. تکیه به همین ملت کنید، تکیه به همین سرزمین آزادی کنید. جای نماز که فرض کنید نماز خواندین رو به قبله، فاتحه را در حق همین ملت همین سرزمین کنید. محمدی 10 سال نشده است، 15 سال نشده است، 5 سال نشده است. بیکمونی نیستی. با احساسات داده شدن در کار نیست. با امید خواجه های خارجی نشوید که در همان بالای علا بنزین و کراسین می ریخته، یکم از همین وطن گرفته می رود. ما شما باید میمونیم. رسما آگاه کردیم. ما چه شدیم همه مسئولیت ها را داشت. مردم تاجیکستان این ملت و این سرزمین و این خاک از درون جنگ و خون و خلاف بیرون برآورده ملت از سر جمع کرده بیم. ما شما اینا فراموش کردن و در کار نیست. با مردم دروغ گفتن در کار نیست. هدف چی است؟ فهمون؟ مردم را فریب دادن و در کار نیست. همون سالهای جنگی شهروندی فریب کرده آوردیم میدان را پر کردیم و با عاقبت به چی رسید؟ یگان که نفر شما را مردم انتخاب نکرده. مردم رهبر دولت، رهبر خودش انتخاب میکنه. هر رهبر باور کرده، انتخاب کرده، تعیین میکنه به اینجا وظیفه. من کی را باور کنم؟ با کی سپرشتیم؟ حالا زمانی هست که دیگر پیغام کردن نمیشود. یگان چیزه برای چی من شفافیت گفته ایستادم. فعالیتی کاری ما شما از رهبر دولت سر کرده برای مردم آینه برای معلوم باشد. مردم باید داند درآمد و برآمد و زندگی و حرکتی ما شما خدمتگزاران دولت. برای ما شما یگان قانون و کنستیتوسیون دیگر نیست. کنستیتوسیون یک است. قانون های عمل کننده برای همه شهروندان است. پرزیدنت ها شهروندی عادی یک است. اکتیویستان را باور کردن. فکری فرزنداتان نکنید. یکی شما سوگند یاد کردید، راه همین راه انتخاب کردید. بیساعتی خانه خدمت میکنید، کار میکنید. شما را مجبوران یگان کس تعیین نمیکند.